Abbas, can you tell us about the first time that you went to Japan? تصور میکنم که اولین بار که به ژاپن رفتم 21-22 سال پیش بود با فیلم زندگی و دیگر هیچ. ولی چیزی که میخوام به اون اضافه بکنم اینی که وقتی ژاپن رو دیدم فکر کردم که من قبلا اینجا بودم، یعنی تنها کشوری بود که قبل از اینکه بهش سفر بکنم باهاش آشنایی قلبی داشتم، یک نوع نزدیکی خاص. والا این سوال خوبیه که چطور میشه یه فیلمساز ایرانی بره در ژاپن فیلم بسازه. فکر کنم دلیل واقعیش این بوده که یک ارتباط نزدیک با این ملت و فرهنگشون داشتم. I'm wondering what visual impressions and oral sound impressions you had that struck you about Japan that made it feel so familiar to you. توضیح قانع کننده سخته. شاید این بتونه کمک بکنه به اینکه من در 18-19 سالگی شروع به گفتن یه شعرهایی میکردم که نمیدونستم اینا شعر هست یا نه، جرأت نشون دادنش هم نداشتم. اینا روی هم همطور مونده بود، ولی بعد از سالها کسی من گفت تو هایکوی ژاپنی میشناسی؟ گفتم نه. گفت شعرهای تو هایکوه. و من بدون که بدونم یک تصویر دقیقی راجع به طبیعت ژاپن، طبیعت گرایی ژاپنی‌ها داشتن و این من فکر کنم که این یک چیز ناخودآگاهه. اما اگه دقت بکنین عکسایی هم که دارم شبیه عکسای ژاپنیه. One of the things that struck me in this film, because I think of you as such a precise filmmaker, in every film I always think you try a new element out. In this film you work with reflections, which is something I don't see in your other films. Take that extraordinary first sequence in the bar where you have those very complex images with reflections. Can you talk about your use of reflections in this film? هیچ قصد فلسفی پشت این قضیه نبوده و نیست. من فکر کنم هر جایی که ما هستیم رفلکشن یک امر بسیار طبیعیه. به هر حال در یک جهانی زندگی میکنیم که پر از چیزای منعکس کننده است. این ممکنه اینو تعبیر فلسفی هم رجوعش بشه، ولی به لحاظ ایمیج هم شما نگاه کنید رفلکس یک امر طبیعیه، ویژواله. اما خب تعابیر شخصی هم میشه رجوعش کرد. میشه گفتش که هر آدمی تاثیرش رو روی نفر مقابل میذاره و این خودش یک رفلکشنه. آره اگه به من نگاه بکنی فکر کنم 2 ریچارد پنیا تو عینک من باشه. Another aspect in this film that for me was very interesting is that it gave you the chance to really work in interiors. As so often your films are made outdoors with people in cars or on the streets or in rural areas, but here it really is a film that takes place to a good extent inside the professor's apartment. And I wanted you to talk a little bit about filming in interiors this time. خب ببینید شما بهتر از من فیلم‌های من رو می‌بینید. من اگه بخوام به این سوال پاسخ بدم باید به همه فیلم‌های قبلی مراجعه کنم ببینم که چه زمانی رو من در داخل فضاهای بسته کار کردم. ولی به هر حال الان به سکانسی که اشاره می‌کنی داخل خونه رابطه من استاد و دختره طبیعتاً یک فضای خلوت انتیم داخلی میپذیره. این هیچ جای دیگه‌ای در اون شرایط به نظر من شرایط مناسبی برای این دیدار نبود. بعدم اینو من تصمیم نگرفتم، پروفسور تصمیم گرفت این دختر رو شب تو خونش این ساعت داخلی ببینه. Let's talk a little bit about the actors and directing. This is the first time that you've made films, well, and when you made Certified Copy, there are sequences in English and some in Italian and French, all languages that you have some familiarity with, but Japanese is not one of your languages. Talk about directing actors in Japanese. What was it like for you? باید بگم هیچ تفاوت عمده‌ای واقعا با هیچ کدوم فیلم‌های دیگه هم نداشت، حتی فیلم‌هایی که به زبان فارسی بود. این یک شیوه که خودم منطقاً قابل قبول نیست، ولی اگر از تمام این بازیگرای کوچیک و بزرگی فیلم‌های من سوال کنین هیچ کدومشون یادشون نمیاد هیچ توصیه‌ای رو
از طرف من به عنوان کارگردان، به اونها به عنوان بازیگر. همه چیز اینقدر خوب میگذره که من نمیدونم اینو باید مدیون یک حکمت الهی باشم یا باید مدیون یه انتخاب درست که فکر کنم دومیه درست تره. ولی خب به هر حال میدونم این جواب برای ریچارد قانع کننده نیست، ولی باید بگم که چجوری اینو پیدا کردم. اول سراغ بازیگرای مشهور کهنسال ژاپنی رفتم. طبیعتا همشون رو دیدم. پرشون آقای ناکاداهه بود که حتما میشناسیدش. اونو توی تئاترش دیدم که در نقش شاهلیر با لباس شکسپیری اومد پایین و با گریم و طبیعتا خودم که شوکه شدم من چجوری از این با این هیبت میخوام که در نقش پروفسور ظاهر بشه. اون گفت با کمال میل حاضر بازی بکنه، ولی یه جمله به من گفت که به حافظم مونده و گفتش که من 50 سال جلوی دوربین استادان سینمای ژاپن بودم، به جلوی اونا همه از من میخواستن که من بازی کنم و من به بازی کردن عادت دارم. چجور از من توقع داری که جلوی دوربین تو بازی نکنم؟ مثل که یکی از فیلم‌های من دیده بود. تهیه کننده ژاپنی هم اصرار داشت که اون باشه، بخاطر به هر حال برای پولساز بود. این بود که من بهش گفتم خب یک دوربین جلوی خودت بذار، دوربین ویدیو، و اگر به نظرت حرکاتت عادی اومد به من خبر بده، قطعا تو بازیگر فیلم خواهی. ولی به هر حال خبر رو غیر مستقیم شنیدم که اون مدام جلوی دوربین داره این کارو میکنه، از خودش راضی نیست و من به دروغ بهش گفتم که یکی دیگر انتخاب کرده چون دیگه داشت اذیت میشه. ناچار من رفتم سراغ آدمای تو خیابون و همیشه این کارو کردم، بازیگرای خودم رو تو خیابون پیدا کردم، ولی مطلقاً با ژاپنیا این یک شوخی بد تلقی میشه. اون چنان واکنششون عجیب بود که اصلاً انتظار نداشتن کسی تو خیابون به اونها همچین پیشنهادی بده. بنابراین دیدم این کاری این راه پیش نمیره. دیگه رفتم سراغ سیاه لشکرها اکسترا. این سن و سال حدود بیش از 100 نفر رو دیدم. این آقایی که دیدین گفتش که من 50 ساله که من اینو پسندیدم، گفت 50 ساله که تو سینمام ولی تا حالا در نقش سیاه لشکر بودم یه جمله هم نگفتم. گفتم تو نقش که داریم تو 1.5 صفحه رو باید حفظ کنی، اگر میتونی گفت بده من سعی میکنم. و این حدود وسطای فیلم بود که تازه فهمیده بود که کلاه سرش گذاشتیم و یه چیز دیگه به مترجم گفته بود که به من از اول راست نگو، به من گفته بود 1.5 صفحه ولی من قبول نمی‌کردم. فیلم رو تموم کردیم و اون خیلی ناراضی بود. من بهش گفتم که من هنوز باهات راضی نشدم، دلم می‌خواد یه فیلم دیگه بیام باهات کار کنم. از من تشکر کرد، ولی بعد به مناسبت نوروز برای من ایمیل زد، تشکر کرد، گفت من خوشحال میشم باهات کار کنم اما من شما رو خیلی اذیت کردم، اگر نقش سیاه لشکری بهم بدی خوشحال میشم و قبول نکرد نقش اول رو دیگه. این خودش یک دلیل هست برای اینکه واقعا چرا ژاپنی‌ها رو دوست دارم نشون داره.